توی کار زغال من کاری به هیچی ندارم، ولی اینو خدایی بین الله میگم جا داره تشکری کنم آقای طاهرخانی. نمیخوام تبلیغ کنم، نمیخوام بها به یکی اضافی بدم بگم ها فلانه، نه خدا شد قصدم قصد تبلیغ نیست، ولی بنده خدای طاهرخانی خیلی به ما لطف داشتن، واقعا ما رو راه انداختن، واقعا از دل و جون مایه گذاشتن. هر جام که گیر کردیم بالاخره هر وقت زنگی بهشون زدیم کاری داشتیم به قول گفتیم ما همیشه مزاحمشون بودیم که خودش در نظر بگیریم، کارمون رو راه انداختن، یعنی از دل و جون مایه، یعنی جا داره واقعا تشکر ویژه ازش کنم، یعنی خدا خیرش بده، یه رزق و روزی به کسب و کارش بده، دستش در نکنه. من